با سلام. توجه شما را به نرم افزار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایمنیار محصول شرکت آشنا ایمن جلب می‌نماییم. این نرم افزار با توجه به تجربه 15 ساله و تخصصی این شرکت در انجام پروژه‌های امنیت اطلاعات طراحی شده است. نرم افزار ایمنیار می‌تواند یک ابزار جامع و مناسب جهت طراحی، پیاده‌سازی، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27001 باشد. قسمت‌های اصلی این نرم افزار عبارتند از: 1. مدیریت ریسک. مدیریت ریسک در نرم افزار ایمنیار شامل شناسایی دارایی‌های اطلاعاتی، ارزش‌گذاری دارایی‌های اطلاعاتی، ارزیابی ریسک دارایی‌های اطلاعاتی و مقابله با ریسک دارایی‌های اطلاعاتی میباشد. مدیریت ریسک در نرم افزار ایمنیار به صورت هوشمند و کاربرپسند طراحی شده است، به نحوی که کاربر میتواند بدون نیاز به دانش تخصصی کار با این نرم افزار را فرا بگیرد. انجام شخصی سازی و وجود سرعت عمل در فرایند ارزیابی مخاطرات از ویژگی‌های بارز این نرم افزار است. ضمن اینکه هوشمندی نرم افزار از ورود داده‌های تکراری و یا اشتباهات سهوی توسط کاربر جلوگیری می‌نماید. همچنین نرم افزار ایمنیار دارای این قابلیت میباشد که اقدامات تعریف شده جهت کاهش ریسک را برای هر فرد مسئول ارجاع نماید. 2. مدیریت مستندات. نرم افزار ایمنیار دارای قابلیت مدیریت اسناد و سوابق میباشد، به نحوی که علاوه بر مستندات امنیت اطلاعات، سایر مستندات داخلی سازمان و حتی مستندات مربوط به استانداردهای دیگر در این نرم افزار مدیریت می‌گردد. مهمترین امکانات مدیریت اسناد عبارتند از قابلیت ایجاد، ثبت و ذخیره‌سازی کلیه مستندات، قابلیت اسکن و ذخیره‌سازی و بارگذاری سایر مستندات و سوابق، قابلیت تعریف فرایند گردش کار جهت تهیه، تایید و تصویب مستندات، دارا بودن کلیه امکانات ویرایشی موجود در مایکروسافت آفیس. 3. مدیریت انطباق، ممیزی و اثربخشی امنیت اطلاعات. نرم افزار ایمنیار می‌تواند آخرین وضعیت سازمان را از ابعاد مختلف امنیت اطلاعات نمایش دهد. از این ابزار می‌توان جهت ارزیابی و تحلیل کاستی‌ها و همچنین ممیزی‌های دوره‌ای استفاده نمود. 4. مدیریت گزارشات. نرم افزار ایمنیار می‌تواند به صورت لحظه‌ای طیف متنوعی از انواع گزارش‌ها را مطابق با درخواست کاربر ایجاد نماید. این گزارش‌ها می‌توانند به صورت داده‌ای، جدولی و نموداری مشاهده گردند. 5. مدیریت فرآیندها و گردش کار. نرم افزار ایمنیار دارای این قابلیت میباشد که کلیه فرآیندهای سیستم مدیریت امنیت را در قالب یک گردش کار معین تعریف نماید. این فرآیندها در قالب فرم‌ها، لیست‌ها و چک لیست‌ها قابل پیاده سازی است. همچنین مدیریت فرآیندها و گردش کار دارای انعطاف پذیری کامل و قابلیت شخصی سازی میباشد. مهمترین قابلیت‌های مدیریت فرآیندها و گردش کار عبارتند از قابلیت طراحی و ایجاد فرم‌ها و تعریف انواع گردش سازمانی و قابلیت تایید و رد فرآیند و مشاهده آخرین وضعیت گردش. از ویژگی‌های حائز اهمیت نرم افزار ایمنیار وجود یک داشبورد مدیریتی جهت مدیریت یک پارچه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و آگاهی از آخرین وضعیت و اقدامات در این نرم افزار می باشد.